روزه با شادی واخوری داشتم. و ناگاه در آنجا برادرم پیدا شد. شادی ما را دیده بیهوده گمانی بد بود. خودش رو پاکستانی است. بچه شادی خودت رو نفرسو بخاطر نزدیک نشو. خودت رو نسوزون. در نزدیک چشمانم در نزدیک چشمانم سومان و من خیانت کرد. وقتای اخیر رفتار شادی تغییر یافته است. نمیدونم هیچ چیز نمیگوید. کجای برآمده میرود. شب و دیر میگوید. نمیدونم چیکار کنم پسرم. حالی هم نیست برآمده. برگزین چرا رفتن؟ واه واه اگر بطوری که آخر که من چیکار میکنم؟ اگر مدیر من رحمت نمیآید. یاری تحجیلی رو زن زنه